خب سال آخر بسیار از مخلصان برام بودن که تعیین شدن شما رو به حیث سرمربی زیر شبهه قرار دادن مخلصانی روشن کلوب و گفتن که ایشون سختگیر نیستن و ببینید اونی که بازیگران انتظام را قصدن ویران میکنند، این البته ممکن که اون شبهه آنها درست هم باشند. شما در این باره چی گفته میتوانید؟ شما اگر اینجور فکر کنید در تمام دنیا همینجور بازیگران از بازی اخراج میشن. شما بازی جام ملت‌های اروپا داشته باشید، جام ملت‌های اروپا رو داشته باشین، بازیکن از میدان در شد. یادتون هست بازی فرانسه بود، چه تیمی بود؟ شما بهتر از من میدونید. باید بگیم که خب مربی این فشار بازیه، بازیکن در اثر فشار بازی اشتباهاتی میکنه، ولی تیم من، بچهای من بسیار بچه‌هامو دوست دارم. با بچه‌هام قبل از اینکه مربی باشم رفیقم. اونا برای من و برای تیمش، برای مخلصاشون جانشون هم میدن. این نیست که ما فکر کنیم که حالا اگر مثلا یه بازیکن خارج میشه از زمین این مربی کنترل. بس بازی با خوجندم بازیکن از زمین اخراج شد. آقای رستم مربی بسیار خوبی است. دلیل نمیشه که ما یه بازی از زمین برود بیرون ما بگیم آقای مربی خوب نیست. در تمام دنیا این اتفاق میافتن. من بازیای خودت چیزام انگلیس رو نگاه کردم 10 بار اتفاق افتاد. بس اونا مربی خوب نیستن. این فکرای خوب نیست به نظرم. یه مقدار حرفه‌ای فکر کنیم، یه مقدار به فوتبال حرفه‌ای نگاه کنیم. در فوتبال اتفاقات زیاد میفته. یک سوال علاوه دیگر ببینید، در روشن مربیان رو بسیار تیز عوض میکنند. برابریت این چیز بسیار پسند است و عموما این ارتباط میان رهبریت و مربیان باشد یا چه طور دیگر به شما این چیز فشار علاوه‌ای پیش نمیاد؟ من در تیم‌های بزرگ خیلی کار کردم، در ایران، در خارج از ایران کار کردم. من همیشه یک دوستان ما میگن که شما در بازی خیلی آرام هستید. من سعی میکنم بازی رو کنترل کنم و فشار از روی بازیکن‌ها بردارم. من به خاطر آقای غیرت و به خاطر این مخلص اومدم تو تیم، به خاطر کلاب اومدم تو این تیم. الانم بهشون گفتم هر موقع شما بگویید من میروم. من آمدم کمک کنم. من اینجا دنبال کار سرمربیگری نبودم. از روز آور آمدم، به من گفتن شما بیایید مدیر فنی. آمدیم مدیر فنی ایستادیم و کمک کردیم. الانم به من گفتن این کار رو انجام بدهید. داریم این کار رو انجام میدیم. کمک میکنیم که ان شاءالله این تیم شرایطش در نیم فصل دوم بهتر بشه. بازیگر چند تا بازیگر بتونیم اضافه کنیم. اگر ما بودیم که اگر نبودیم هر کسی بود داشت آرزوی موفقیت میکنه. باز من در کنار کلاب هستم. قلب من برای کلاب میتبه، چون من امسال با کلاب دارم کار میکنم. تیم‌های قبل از کلاب تیم دیگر هم بودم. من مشکلی ندارم. شما خودتون تیم، من تیم خوبی ساخته بودم ولی به من گفتن بروید. الانم اینجا هر موقع به من بگن بروید میروم، ولی همیشه قلبم با مردم کلاب و تیم کلاب هست.